خیلی وقته که دوستان عزیز پیک شادی کلیپ‌های کوتاه طنز برامون میفرستن. خب ما در موارد بسیاری از نکات و ظرافت طنز این کلیپ‌ها به شکل‌های مختلف استفاده کردیم، ولی خب مشخص بود که حق مطلب اینطوری ادا نمی‌شد و همیشه هم از این بابت شرمنده بودیم. به هر حال تصمیم گرفتیم که از این به بعد علاوه بر این که در فیسبوک پیک شادی محلی رو به کارهای شما عزیزان اختصاص بدیم، منتخبی از اونها رو هم در پیک شادی نمایش بدیم. خلاصه فکر کردیم به جای اینکه قیانوری و دکتر بزن بهادر و مولا حسنی و سایر چهره‌های طنز پیک شادی بخوان این نکات طنز رو مطرح بکنن، خب همون مطالب ارسالی دوستان پیک شادی رو پخش بکنیم. برای نمونه طنزی رو که دوست گرامیمون یگانه فرستادن با هم می‌بینیم. قالیباف و ولایتی و جلیلی به طور اتفاقی توی هواپیمای شخصی با هم دیگه همسفر میشن. ولایتی که میخواسته جو سنگینه حاکمو بشکونه، میگه بیاین یه تراول 100,000 تومانی رو بندازیم پایین از این بالا تا یکی پیداش کنه و خوشحال شه. قالیباف مخالفت میکنه، میگه بیاین 2 تا تراول 50,000 تومانی رو بندازیم تا 2 نفر خوشحال شن. جلیلی میگه نه، بیاین 100 تا اسکناس 1000 تومانی رو بندازیم تا 100 نفر خوشحال شن. یه دفعه خلبان از داخل کابین داد میکشه، میگه اگه همین الان خفه نشید هر ستاتون رو میندازم پایین تا 80 میلیون نفر خوشحال شن. البته این طنز با این فرض که از زبون مولا حسنی و بزن بهادر گفته بشه تنظیم شده بود. روشنه که در عالم واقع حتی این فرض که این جنایتکارا بخوان یه نفر رو غیر از خودشون خوشحال بکنن دهه هاست که وجود نداشته. به خاطر همین است که رأی مردم ایران از مرد و زن تا پیر و جوون سرنگونی رژیمه. وقتی هم میگن پیر و جوون منظورم خیلی خیلی جوونا هم هستن، مثل دوست فوق العاده جوون پیک شادی آرمان. فکر می کردم عبای من بود چتر نظام، گشته معلوم این عبا پالان خر بوده است. نه